ليزيل الحيرة من أمري، فهنا علم وهنا نور وهنا منبع كل الفكر. نهر من فقه يتجلى بعقيدة صدق في صدري، لبيك أتيتك في لهف بسؤالك يا أهل الذكر، بسؤالك يا أهل الذكر، بسؤالي جئت لكي بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعین. با یاد و نام الله متعال برنامه امروز را آغاز میکنیم. عرض سلام و خسته نباشید داریم خدمت یکایک شما بینندگان عزیز. امیدوارم که در هر کجا که هستید همیشه شاد و خوش و خرم باشین. در خدمت شما عزیزان هستیم با برنامه پرسش و پاسخ که در خدمت کارشناس محترم برنامه جناب دکتر احسان الله مبارز هستیم. خدمت ایشان نیز عرض سلام و خسته نباشید داریم. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. پیوسته شاد و خرم و سعادتمند بوده باشید شما و جمله بینندگان عزیز. الله تبارک و تعالی ما و شما و همه اهل اسلام را با توفیق و سعادت نگه دارد. از زشتی ها در امان بدارد، از زشتی ها و لغزش ها ما را نگه دارد و کوتاهی ها و نقص و عوارض ما را به فضل و کرم خویش بخشیده و تصحیح فرماید. آمین. جزاکم الله خیر. بینندگان عزیز، از سوالایی که از طریق SMS فرستادیم برنامه را آغاز میکنیم. جناب دکتر بیننده پرسیدن این روزها چون که امتحان نهایی دارم آیا جایز هست که روزهایم را قضا کنم یا نه؟ الحمدلله و الصلاة و السلام علی رسول الله و علی آله و صحبه و من اتبع هداهم الی یوم الدین و بعد. تقریبا این پرسش از غرایب پرسش ها به شمار می رود، از پرسش های غریب و عجیب به شمار می رود، چون روزه هیچ نوع مانع به حساب امتحان و یا حتی آمادگی امتحان شده نمیتواند و هیچ نوع عذری نیست که برای خوردن روزه در نظر گرفته شود، مگر اینکه امتحان المپیک داشته باشه و ورزشی بوده باشه. در اون صورت او را هم میتونه که از طرف شب پیش ببره آمادگی های خوده. اما در روز به سادگی بسیار با آرامش روحی و روانی بیشتر میتونه که کتاب های خود مطالعه کنه، درس خود آماده بگیره و بالای درس خود رفته بنشینه. تنها چیزی که میشه و در اینجا میتونه که مثلا اگر به حساب تراویح شب وقت کمتر داشته باشه از جمله مستحبات است، نه از جمله واجبات و فرضها در او صورت میتونه که از او رخصت استفاده کنه. شب خواب خود بر وقت بگیره بدون اینکه در این و آن سپری کنه و آمادگی های خود فوق العاده گرفته پیش ببره، چون 3 وقت غذا هم به 2 وقت غذا تبدیل میشه و باز هم طبیعی هست که وقت غذای رمضانی هم طبیعی محدودتر می بوده باشه نسبت به وقتهای عادی. یک وقت غذا هم وقتش صرفه میشه در اینجا برایش که در اون میتونه که مطالعه بیشتری انجام بده و با روح و روانی پاکتر و صافتر پیش بره. الله تبارک تعالی موفق و سزای اینها را و با توفیق با سعادت نگه داردشان ان شاء الله. جزاکم الله خیر. بینندگان عزیز، از الان شماره تماس شما عزیزان زیرنویس میشه و بازم تکرار میکنم عزیزان وقتی که تماس میگیرین
از طریق گوشی تلفن به صحبتتون ادامه بدین و سوالاتون را به صورت مختصر آماده داشته باشین. بیننده برای پرسیدن که مقداری زیورآلات طلا دارن ولی 1 سال از آن استفاده نمی‌کنن، آیا زکات به آن تعلق می‌گیرد یا نه؟ در عموم در قضیه زیورآلاتی که برای استعمال شخصی یک خانم هست، یعنی در اختلاف نظر وجود داره حتی به تقاضای ادله که آیا در او زکات هست یا نیست و احتیاط در همین هست که وقتی که به حد نصاب برسید از هر یک از اونها جداگانه، نه اینکه از همگی یک جا، از هر یکی از خانم های خانه جداگانه وقتی که به حد نصاب میرسه بهتر هست احتیاط به حساب دینی و آخرت شخص همین است که زکات او را جدا کند. تا با وقتی که در حد نصاب هست زکات داره که نصاب هم در طلا 85 گرم هست و در نقره 595 گرم و این دو با هم جمع نمی شوند، یعنی هر کدامش جدا حساب می شود. درست. جزاکم الله خیر. اتاق فرمان اگر تماس بینندگان وصل کنید بیننده را. سلام علیکم، برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. سلام علیکم. علیکم السلام. روز شما بخیر. عبادتتان به خداوند تعالی به دربارش قبول کنه. خدیجه هستم از کشور آلند با شما به تماس گرفت. در خدمت شما هستم. 2 سوال فکر دارم که یک سوالم راجع به سحری و افطاری است که در بعض نقاط آلند موقع صحیح درست نیست. و مثال ما در پیشخانه ما مسجد 10 دقیقه از خانه دور است، سری ختم سری میشه 3 و 27 دقیقه، 3 کیلومتر دیگه میشه 3. اینال ما نمیفهمیم که با کدامش سری را ختم کنیم و افطاری هم همینطور. و سوال دوم است که کسی که زکات میده آیا زکات خود برای شخص بگویه که من منظورتون اینه که در اون مساجد اعلام شده که وقت سحری این ساعته، مسجد دیگه بله. چیز دیگه؟ یک دقیقه، یعنی شب شما از چی وقت آغاز میشه و روزتان از ساعت چند آغاز میشه به حساب، یعنی شب مشخص چند ساعت داره؟ ما تقریبا 18 ساعت 18 و نیم ساعت روزه میگیریم. بله. افطاری ما است که 2 و 5 دقیقه و سری ختم سری است 3. این مسجد مرکوی است به این سیستم. اما مسجدی که پاکستانی و مسلمان های سورینامی است نزدیک به خانه ماست که 5 دقیقه فاصله داره، او افطار میکنه 2 و 1 دقیقه و سری ختم سریشان است 3 و 27 دقیقه. یعنی در افطار که میکنه در این وقت آفتاب غروب شده میباشه؟ بله. در وقتی اول روشنی یعنی روشنی نیست. اما سیستمی که ما شما در دوره خود پیامبر ما اصحاب کرام که یعنی غروب آفتاب که در سرخی میرسونه افطار میشه، نماز شام میشه. بله. اما سری بسیار از 3 بجه که ما ختم سری میکنیم یعنی بیخی تاریک میباشه. بله. سوال واضح. سوال بعدی؟ سوال بعدی است که شخصی که زکات خود میده آیا با اون نفر بگویی که پول زکات است یا نگویه؟ درست. دو سوال سوم است که در نمازهای تراویح اگر سوره کوتاه خوانده شود یا سوره دراز امراش خوانده شود کدام اشتباه گناه نیست؟ یعنی بعد از سوره کوتاه سوره دراز خوانده شود؟ نه، پیش از سوره دراز بعد از سوره کوتاه. درست. اگر جواب بدین تشکر از شما، از استاد محترم از خواستم. روز شما بخیر. الله نگهدار. خداحافظ. سلام علیکم، برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. سلام علیکم بفرمایید. سلام برادر خودم. سلام و رحمت الله، در خدمت شما هستیم. سلام صحبت میکنم. در خدمت شما هستیم. سوال بیشتر نخواستم این سوال ما جواب بدید. بفرمایید سوالتون. سوال من اینه که اگه خانم مثلا ماهانه
یک ساعت یا 2 ساعت ارکان شام که مهمان نبی چطور؟ خوره یا نه؟ دوباره بپرسین صداتون قطع بس شد. مثلا خانم که مریض معانه میشه بله؟ مثلا 1 ساعت مونده به خون. درست 1 ساعت مونده. یک ساعت مونده به افطار، یعنی یعنی 1 ساعت مونده به افطار عادت ماهانه میشه، درسته؟ یا روزه بخوره یا نه؟ باش درست. تشکر از شما. سلام علیکم. برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. سلام علیکم، بفرمایید بیننده گرامی. سلام علیکم، برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. من بینندگان خواهش میکنم وقتی که تماس میگیرن منتظر نباشن صداشون از تلویزیون پخش بشه، بلکه همینطور که وصل کردن تماس گرفته شد بلافاصله صحبتشون رو ادامه بدن و چون صدا از تلویزیون یک کمی دیرتر میاد. سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم، برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید بیننده گرامی. ظاهراً یکمی تماس مشکل داره. خب جناب دکتر، بیننده دیگر از سوالی که از SMS پرسیدن گفتن که 2 تا فرزند مریض هستن، گفتن افغانستان هستن، در ایران در آلمان زندگی میکنن، 2 فرزند مریض دارن که با خود وقتی به مسجد میبرن مردم به آنها کمک میکنن، ولی او این پول ها را که به کمک فرزندان میدن را میفرستد برای دختر و مادرش که در ایران زندگی میکنن. آیا این حلاله یا نه؟ الحمدلله و الصلاة و السلام علی رسول الله. بله، در صورتی که هدف از بردن او به مسجد و به نمازخانه جمع خیرات و زکات پول از مردم نبوده باشه، در این صورت اشکال برای او نیست. اما اگر هدف از حاضر ساختن از آنها به مسجد جمع همین خیرات و پول ها بوده باشه، در او صورت از صورت‌های سوالگری و گدایی به شمار می رود و در ذات خود این کار نادرست است. قبل از اینکه مسئله بعدی انتقال بکنیم، یعنی اگر موضوع طبیعی می شود بدون اینکه قصدی از اینها بوده باشه، در این صورت اشکالی نیست. و اگر با قصد جمع همین خیرات اونها را در مسجد یا نمازخانه مصلی حاضر میکنن، در صورت اشکال شرعی از او داره که در غیر حالات نیازمندی شدید که حتی احیانا بعضی قرضداری های شدید و امثال این شامل این می شود، در دیگر حالات سوال کردن از مردم به هیچ وجه شرعاً روا نیست. بلکه نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم می فرمایند که گدا و سوالگر در روز قیامت در حال ظاهر می شود که پوست و گوشت در روی او نمی باشه و با چنگک های مشخص ملائکه ها او را میخراشند و تعذیب میکنند. این در اصل سوالگری و گدایی هست. انتقال میکنیم به جزء دومی سوال خواهر عزیز که پولی که از این طریق با اونها جمع میشود ای را برای همکاری خواهر و مادر و غیره خویشاوندان خود بفرستند، در صورت اول که اشکالی نبود، در این هیچ نوع اشکالی وجود نداره، بلکه کمک خیر و صله رحمی خاصی به شمار می رود و ثواب نسبت به
هر بیگانه دیگری که نیازمند هست به مراتب بیشتر می باشه، مخصوصا اینه که پس والدین بود و نزدیکترین خویشاوند ها بود، با او انداز چیزهایشان یعنی ثواب او بیشتر و بیشتر می باشد. جزاکم الله خیر. تماس میگیریم میریم مشکل حل شده یا نه. سلام علیکم، برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. سلام علیکم. علیکم السلام. مهربان، من یونس از تاجیکستان. یونس در خدمت شما هستیم. کم ترک سوالی کم ترک دارم. بفرمایید. ویتری واجب اخیری به شب میخوانم، درسته یا نه؟ سوال بعدی؟ یا سوالی دیگر دارم. آقای امساری صحبت نکرده، سعیم بجوز هم باشه. انشاءالله نفهمیدم چی گفت. فهمیدیم آقای انصاری چی هستن، یعنی فقط الان فعلا برنامه‌شون به خاطر رمضان متوقف شده. تشکر از شما. سلام علیکم، برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته، در خدمت شما هستیم. قربان، دیشبم زنگ دادم سوال کردم، سوال ما دقیق متوجه نشدن بابت نماز عشا رو که 12:01 میخوندم. بله. بعد سوال دوم اینه که یعنی چی گفتین؟ موقعی که سحری اذان میده جواب سوال اولتون رو نگرفتین یعنی برادر گرامی؟ سوال اول متوجه نشدم دقیقاً. سوال اول جواب داده شد که اشکالی نداره. منظور جناب این بود که فرض بخونه، بعد بخواه استراحت کنه، بعدش اوتر و تراویح رو ساعت 1 بخونه، اینجوری متوجه باشن، یا که نه فرض معمول 1:12 بخونه جایزه؟ انشالله دوباره جواب میدیم. آره، ما تو ایران کار میکنیم، مسئول نداریم تراویح بریم، چون خودمون میخونیم دیر وقت یه طرح خشوع و خضوع رو داشته باشدم، استراحت میکنیم راحت‌تر بخونیم. یکم نماز صبح را موقعی که اذان میده بعد از سحری همون موقع میخوابیم، آیا درسته یا نه؟ هوا رو کمتر بشه. بعد سوال دیگه ندارین؟ دیگه سوالی ندارم. تشکر از شما. سلام علیکم، برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. سلام علیکم و رحمت الله. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته، در خدمت شما هستم. نماز روزه دارم، قبول باشد ان شاء الله. آمین، تشکر از شما. دو سوالی داشتم. سوال اولم آیا حضرت علی رضوان الله عنه در حول رمضان به شهادت رسید یا بی‌دیگر رمضان؟ حضرت علی. سوال بله. سوال دومم در اول رمضان به شهادت رسید یا 21؟ سوال دومم جناب چند روز پیش از استاد پرسیدم، متوجه نشدم سوالم. بله. من فرد معلول زای نخایی هستم، قابل به ازدواج نیستم. آیا ازدواج نکنم گناهی بر من مرتکب میشود یا نه؟ درست. سوال دیگه ندارین؟ تشکر از شما. سلام علیکم و رحمت الله. علیکم السلام و رحمت الله. سلام علیکم، برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. بیننده گرامی لطفاً یکم بلندتر صحبت کنید. سلام علیکم، خسته نباشید. سلامت باشین، در خدمت شما هستیم. برادر عزیز، درباره همین زکات از شما سوال داشتم. کسی پول داشته باشه با توی خانه، مثلا خانه اجاره میکنم، میره 5 میلیون یا 5 میلیون اون پول پیمان، از این پول از زکات هم داره یا نه؟ یعنی خونه رو 5 میلیون اجاره میکنه یا رهن میدین؟ رهن میدین، یا اصلا رهن میدین. آیا پول این رهن چیز داره، زکات داره یا نه؟ زکات هم داره. بله. دیروز فکر کنم پرسیدین، سوال جواب دادیم مگر خودتون باشین. ما خودم ما با شما تماس کردم، بعد موفق باشین. سلامت باشین، تشکر از شما. سلام علیکم، برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. آخرین تماس بیننده رو بگیریم. سلام علیکم، بفرمایید.
ظاهرا تماس مشکل داره. بینندگان عزیز در اینجا با هم یک میان برنامه میبینیم، دوباره باز خواهیم گشت، در خدمت شما خواهیم بود. ما باشید. الحكمة ضالة المؤمن وبنو الإسلام بها أولى حيث تجدها فعليك بها عنها أبدا لا تتخلى. ابن قیم رحمه الله از شیخ خودش و استاد خودش شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله نقل میکنه، میگه گهگاهی ما میرفتیم به استاد و شیخمون سر میزدیم تو زندان. ببینید بحث ابتلا و آزمایش که گفته میشه تو زندان بود. یه عبارت جالبی از شیخ خودش نقل میکنه، میگه من، ابن تیمیه میگه رحمه الله، میگه من بهشت من و جنت من همراه همه. هر کجا برم بهشتم همراه هم هست. اگر منو زندان بکنن، منو به کنج خلوت انداختن که با خدای خودم مناجات میکنم. اگر تبعیدم بکنم، منو به سیر و سفر و سیاحت بردن. اگر منو بکشن، شهیدم کردن. این ایمان است. کسی که ایمان نداره نمیتونه همچه تفسیری از دنیا بکند، ممکن نیست. بهشتم همراه هم هست. ایمان به خدا، امید به رحمت پروردگار، اینکه سختی ها و خوشی ها و ناخوشی ها و گرفتاری ها و بیماری ها و تمام مسائل اینا چیزی نیست. انسان بتونه از پس این ابتلا بر بیاد، خلاص همون تموم شد. بهشتم با من است. راضیم به رضایت پروردگار جل شأنه. لذا بهشت مؤمن در رنگ زیبا نیست. بهشت مؤمن در پول و مال و ثروت و جاه و مقام و شهرت و قدرت و اینا نیست. بهشت مؤمن در ایمانشه، در یاد خدا، در عبادت، در بندگی با الله بودن است. ابو جهل و ابو لهب و امثال اینا جزو اشراف قریش بودن. بهترین لباس ها می پوشیدن، بهترین ها می خوردن، بهترین مراکب داشتن، سوار می شدن. مقام، قدر، منزلت تو جامعه شرکالود و شرکامیز اون دوره مکه داشتن. اما بلال حبشی سیاه چهره بود. عمار، یاسر، سمیه فقیر، مستضعف، شکنجه می دیدن. زیر شکنجه سمیه و یاسر به شهادت رسیدن. اما چه شد سرانجام و معال؟
معال و سرانجام مشخص می شود که مثبت کجاست و منفی کجاست، خیر کجاست و شر کجاست. نام نیک از که موند و ناببد برا کی؟ و در فردای قیامت برد و پیروزی و فوز و رستگاری با کی هست؟ کل نفس ذائقة الموت و انما توفون اجوركم یوم القیامه فمن زحزح عن النار و ادخل الجنه فقد فاز. فوز اینه، فلاح و رستگاری اینه. همه میمیرید، انس و جن، کافر و مؤمن، همه مرگو میچشید و اجر و پاداشتون در فردای قیامت. اجر و پاداش بر مبنای چیه؟ بر مبنای رنگ، بر مبنای لباس، بر مبنای قدر و جاه و زور و قدرته که بگم خب حالا خداوند به من نداده بعد من چه بکنم؟ بر مبنای تقواست. تقوا هم تو دله. این معیار دینیه. پس دنیا دنیای ابتلاست و دنیای امتحان و آزمایش است. هر انسان مؤمن و مسلمان میتواند با ایمان خودش، با تقوای خودش همه زندگی رو برای خودش مثبت بکنه و انسان اگر با خدا نباشه تمام زندگی و منفی است. الحكمة ضالة المؤمن. ليزيل الحيرة من أمري، فهنا علم وهنا نور وهنا منبع كل الفكر. نهر من فقه يتجلى بعقيدة صدق في صدري، لبيك أتيتك في لهف لسؤالك يا أهل الذكر. لسؤالك يا أهل الذكر، لسؤالي جئت لكي أدري. عرض سلام و خسته نباشید مجدد دارم خدمت بینندگان عزیز. جناب دکتر بیننده از هلند پرسیدن که در جایی که هستند در بعضی از مسجدها وقت سحر یا افطار یک وقت مشخصی است و مساجد دیگه هم تأخیر دیگه ای داره. مثلا گفتن وقت سحر در مسجدی که هستن ساعت 3 است و در مساجد دیگه ساعت 3 و 10 دقیقه. در این حالت ها چیکار کنیم؟ الحمدلله و الصلاة و السلام علی رسول الله و علی آله و صحبه و من تبع هداهم الی یوم الدین. و بعد در مجموع در مناطقی که شب و روز او مشخص هست، غروب و طلوع آفتاب او واضح و روشن هست، در مناطق حکم شریعت واضح هست که در قرآن کریم فرموده که بخورید و بنوشید حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، تا به اینکه خط روشنایی صبح صادق از تاریکی شب برای شما روشن و نمایان شود، واضح شود. پس هرگاه یعنی نسبت به سحری از آن اگر مطابق همین وقت بود که یعنی روشنی صبح صادق از رخ طلوعگاه آفتاب، از جهت طلوع آفتاب روشن شد، یعنی روشنی می باشه در پهنای آسمان، پهنای افق، از بگید از شمال به جنوب، نه از شرق به غرب. یک روشنی قبل از او که آفتاب دورتر می باشه، روشنی در طول از شرق به غرب نمایان می شود که صبح کاذب می گویند. وقتی که آفتاب نزدیکتر می شود این همون اثر
شعاع آفتاب هست که در افق آسمان نمایان می شود از تمام افق، یعنی از رخ شرق و از شمال به جنوب، یعنی در قسمت یا بگیر از جنوب به شمال خط او می باشد. در این که روشن شد، نمایان شد، بعد از او وقت سحر خوردن ختم می شود، شب به پایان می رسه، هم نماز جایز می شود و هم خوردن ممنوع می شود. خوردن ممنوع می شود. اگر از آن مطابق همین بود، با مجرد از آن خوردن ممنوع و بند می شود. اما اگر از آن قبل از او بود، مجرد از آن معتبر نیست. باید که این وقت در نظر گرفته شود. و اگر از آن قبل از بعد از وقت بود، باز هم تا از آن منتظر نمی شود، با روشن شدن صبح صادق از خورد و نوش متوقف می شود. این حکم سحری است، واضح و روشن، و می توانند که یک روزه او را تجربه کنند و همه روزه مطابق با تقویم های الکترونی که هست پیش بروند و با سادگی می شود که این تجربه شود. اما راجع به افطار که یادآور شدن، راجع به افطار غروب شعله روشن آفتاب و قرص آفتاب، همین قرص آفتاب که ناپدید شد، شعله او هم از مناطقی که زمینی که در او خود قرص آفتاب ناپدید می شود، شعله او هم از اینجا ناپدید می شود. این که در ابرها بود یا که در چیزها بود، او معتبر نیست، چون ابرها بلندتر است و ما از مخلوقات ابرها نیستیم، ما از مخلوقات همین زمین هستیم. حکم این زمین بالای ما مرتب می شود. کوها مربوط محل زیستی ما هست و ما کوهی که بالای سر ما هست در حکم با ما و ما با او یکی هستیم. او مسئله جدا هست. یعنی شعله از کوه بالای سر ما هم ناپدید شد، در افق هم قرص آفتاب گم می شود. در او صورت وقت افطار شروع می شود، بعد از او یک زردی در افق است، او گم میشه. سرخی که هست در این وقت ببخشید اول سرخی می باشه در افق متصلی گم شدن آفتاب. این وقتی مغرب هست، با این هم افطار می شود و هم نماز خوانده می شود. همین سرخی که هست گم شد در مذهب جمهور بنابر حدیث عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها که از شفق و هیل حمره، شفق همین سرخی است و در احادیث متعدد نبی اکرم صلی الله علیه و آله فرمودند که وقت نماز شام از غروب شفق است، از غروب آفتاب تا به غروب شفق. اما در مذهب امام ابو حنیفه رحمه الله تعالی در اینجا بعد از این سرخی آفتاب که دورتر فاصله بیشتری میگیره از منطقه ما، از افق ما، در اون صورت بعد از این همون زردی به مانند زردی که در صبح دم از روشنی که در افق در صبح دم می باشه، زردی در رخ غروب آفتاب می باشه. تا به گم شدن این زردی در نزد امام ابو حنیفه رحمه الله وقت نماز مغرب ادامه داره و بعد از گم شدن او نماز مغرب وقتش به پایان میرسه و وقت نماز چی شروع میشه؟ عشا شروع میشه. اما در دیگر مذاهب با غروب شفق همون سرخی که بعد از غروب آفتاب هست، وقت نماز شام به پایان میرسه نماز مغرب و نماز عشا یا خفتن وقتی او شروع میشود. به هر حال افطار وقتش نزد همه ائمه مذاهب یکی هست به جز شیعیان که نزد آنها تا به طلوع ستاره
نجم ثاقب میگویند ستاره درخشانه که هست، اولین ستاره که ستاره بزرگی که در رخ فکرم جنوبی مغرب هست روشن میشه، ظاهر میشه. بعد او وقت افطار اونها شروع میشه. اما این نزد در نصوص قرآن و سنت چنین نیست و عمومی مذاهب اسلامی به این موافقه ندارند. جزاکم الله خیر. کسی که زکات مالش را به شخصی میدهد آیا به اون شخص و طرف بگوید که این زکات است؟ اگر شخص ناشناخته باشه باید بگوید یا که مقدار زکات هست شما خود مستحق میدانه یا نه، یعنی در موضوع مستحق بودن اون مشکوک بوده باشه یا احیانا بعضی ها هست که نمیگیره. اما اگر مستحق بوده باشه و در این موضوع اشکال نبوده باشه، در واقع مثلا حتی اهل بیت مثلا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرموده که زکات برای از اونها حرام است، یا که بعضی ها به طبع نمیگیرن، آماده نفسن آماده نیستن که از مال زکات استفاده کنن، به او حساب اگر گفته شود، ورنه از جمله امور لازمی نیست و کسی که مستحق هست و میگیره برای از او پرداخت میکنه، هیچ لازم نیست که برایش بگه که از زکات هست یا که از دیگر چیز است. جزاکم الله خیر. آیا جایز هست که در نماز بعد از سوره های طولانی یک سوره کوتاهی هم خوانده بشود؟ در مجموع هیچ اشکالی نداره که بعد از سوره طولانی و دراز سوره کوتاه خوانده شود یا بعد از سوره کوتاه سوره دراز خوانده شود. از نبی اکرم صلی الله علیه وسلم، حضرت امیر عمر رضی الله تعالی عنه و دیگران ثابت هست. اما اصل در نماز همین هست که رکعت اول سوره او درازتر بوده باشه و رکعت دوم سورهش کوتاه‌تر باشه. اما در دو سوره های با هم که عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنه 20 سوره را یادآور میشه که رسول الله صلی الله علیه وسلم اینها را یک جا با هم میخواندند. در او سوره ها بعضی سوره هایی هست که رکعت اولی او سورهش در مثلا عما یتساءلون هست، در جزء اخیر هست و سوره دومش مثلا الرحمن و الواقعه و اون سوره های بالا هست. و همچنان از صحابه حدیث معروف صحابی است که رسول الله صلی الله علیه وسلم را امیر سریه لشکر تعیین کرده بود، در هر رکعت قبل از هر سوره فاتحه را میخواند، متصل سوره اخلاص را میخواند، قل هو الله احد. بعدی او باز در سوره های دیگر از هر جای قرآن کریم که لازم میدید باز میخواند. پس در این که از بالا خواند یا از پایان خواند، اول کوتاه خواند و در بعد دراز خواند، هیچ اشکال در این نیست. اما خلاف اولا است. اولا و بهتر همین هست که از بالا قسمی که ترتیب مصحف هست خوانده به پایان بیاید و همچنان در اصل سنت از رسول الله صلی الله علیه وسلم همین است که در رکعت اول درازتر قرائت او درازتر بوده باشه و در رکعت دوم کوتاه‌تر. اما اگر عکس شد، یعنی در نماز هیچ نوع اشکال وجود نداره. سپاسگزارم از شما. اگر خانمی 1 ساعت مانده به افطار عادت ماهانه شود، آیا روزه بخورد یا نه؟ بله، او روز از او دیگه اجر او را الله تبارک و تعالی حتما برایش ارزانی می‌دارد و بلکه شاید به مراتب بالاتر، و ولی او روزه از او ختم میشه، او روز میخوره و سپس یک روزی را به جای او قضا میاره. جزاکم الله خیر. آقایون گفتن که خواندن وتر در آخر شب درست یا نه؟ اصلی وقتی ادای وتر آخر شب است. شرعاً نبی اکرم صلی الله علیه وسلم فرمودند که اجعلوا آخر صلاتکم باللیل وترا، آخر نماز خود را در شب نماز وتر را قرار بدهید. و همچنان رسول الله صلی الله علیه وسلم بارها تاکید کردند و خودشان همچنان می‌خواندند که نماز وتر خدا و نماز تهجد خدا در آخر شب می‌خواندند.
حتی امیرالمؤمنین عمر بن خطاب رضی الله تعالی عنه زمانی که مردم را در یک دنبال یک امام جمع کرد، روزی دیگر شب دیگر آمد که مردم از اینکه جماعت های پراگنده داشتن، هر 10 نفر و 15 نفر یک جماعت پهلوی هم اینش یک دیگر را مزاحم می شدن، اینها را همه را دنبال یک امام جمع کرد. یعنی اصل امیرالمؤمنین عمر بن خطاب رضی الله تعالی عنه در تراویح اصل جماعت ایجاد نکرد، اصل جماعت جاری بود، ادامه داشت از زمان رسول الله صلی الله علیه وسلم. اما طوری متفرقه، جماعت های متفرقه را یک جماعت ساخت. این کاری است که امیرالمؤمنین عمر بن خطاب رضی الله تعالی عنه انجام داد. بعد از روز دیگر شب دیگر خودشان آمدن، همون صاحب ابن یزید که اول حکایت اول را بیان میکنه، یه حکایت دوم را هم روایت میکنه که شب دیگر همراه عبدالرحمن ابن عبد القاری از قبیله بنی قاره اینها در گشت آمدن، یعنی آمدن که مردم در نماز تراویح نماز خوانده روان هستند. امیرالمؤمنین عمر بن خطاب رضی الله تعالی عنه حدیث در موطأ امام مالک و صحیحین است، فرمودند که چقدر یعنی کار نبی خوب و زیبایه، یعنی این همه دنبال یک امام بخوانند، این جدید بود، کار جدید بود. بس گفت والذی تنامون فیه احب الی الله مما تصلون. آن قسمتی از شب که در او خواب میکند که اخیر شب هست، نسبت به این قسمتی که شما در او نماز تراویح میخوانه افضل تر است. یعنی حتی امیرالمؤمنین عمر بن خطاب رضی الله تعالی عنه در این جماعت حاضر نبود و خودشان در اخیر شب میخواندن، همچنین رسول الله صلی الله علیه وسلم، و این اصل در ادای وتر واجب است. درست، جزاکم الله خیر. میان بعدی گفتن که صبح که در رمضان مشغول کار هستن، وقتی هم برای افطاری میخورن، بعد از افطاری گفتن میخوابن. حالا فرض را به تأخیر بیاندازن تا آخر شب درسته یا نه، یا فقط تراویح را به تأخیر بیاندازن؟ در عموم نماز تراویح یا نماز شب تا به صبح دم وقت داره، وقتی او تا به صبح دم است. حتی وتر بعد از اذان هم از عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنه، انس رضی الله تعالی عنه، زید بن ارقم رضی الله عنه و دیگر صحابه ثابت است که بعد از او هم ابو ایوب انصاری رضی الله تعالی عنه بعد از اذان صبح هم می‌خواندند. اما نماز عشا وقتی او از غروب شفق که قبلا یادآور شدیم در پاسخ سوال اول، از غروب شفق که نزد جمهور و بنابر راجح از غروب همون سرخی که بعد از غروب آفتاب می بوده باشه، از ناپدید شدن و گم شدن اما شروع می شود تا به نصف شب، تا به یک سه شب و تا به نصف شب، و حد اعلایش تا به 2 ثلث سپری شدن 2 ثلث شب که بنابر حد یعنی وقتی خلاف اولا است. این ادامه داره. از او به بعد نماز عشا یعنی از وقت اصلی خود بیرون می شود. اما نماز تراویح میتونه که بعد از او تا به صبح دم در وقت اصلیش بخوانه و هرچی دیرتر بخوانه ثوابی بیشتر داره. اما 12 بجه که یادآور شدند و همچنین 1 بجه تقریبا از وقتهای شامل اوقات رسمی نماز عشا می شود. در صورتی که قسمی که یادآور شدند آنها در نزدیک خود مسجد ندارند که در او ادا کنند و در اتاق خود میخوانند، هیچ اشکالی برایشان نیست که هر دو را به تأخیر باندازند. اگر مسجد بوده باشه نماز عشای خود بخوانند و بعد از او استراحت کنند و نماز تراویح خود چند رکعتی که الله تبارک و تعالی برایشان توفیق عنایت کرد بعد از بیدار شدنشان از طرف صبح، یعنی از طرف پیش از صبح دم دیگر میخوانند از طرف آخر شب. جزاکم الله خیر. نماز صبح اگر بلافاصله بعد از اذان گفتن خوانده شود درست یا نه؟ همون جواب قبلی هست که اگر یعنی اذان مطابق صبح دم داده می شود درست است و اشکالی نداره. اما اگر اذان
احتیاطی قسمی که در بسیاری از مناطق از آن احتیاطی نیم ساعت قبل و حتی احیانا 1 ساعت قبل میدهند، در اون صورت درست نیست، چون دخول وقت شرط است برای صحتی نماز. اما اگر وقت داخل شد هیچ اذان هم که نشده باشه نماز بخونه درست میشه برایش. درست. جزاکم الله خیر. یعنی سوال کردن در مورد شهادت حضرت علی، گفتن آیا در اول ماه رمضان شهید شدن یا در 21م؟ کلا در چه زمان شهید شدن؟ امیرالمومنین علی بن ابی طالب رضی الله تعالی عنه در یعنی در جریان ماه مبارک رمضان 19 از بوده باشه یا که تاریخ هایی که ذکر می شود، یعنی از لحاظ تاریخی یک جریان است که لازم به دانستن، اما نسبت به رمضان و نسبت به برگزاری کدام مراسم خاص مرتبط ساختن روزها با مرگ و میرهای شخصیت های بزرگ در اسلام، این امری است خلافی شریعت و نادرست. و من حیث یک جریان تاریخی، معلومات تاریخی، هر شخص میتونه که از این معلومات استفاده کنه و در ذهن خود داشته باشه. اما اگر یعنی هدف از سوال پرسنده عزیز ما این بوده باشه که یعنی مرتبط به برگزاری مراسم خاص بوده باشه و امثال این هیچ جایگاهی در شریعت نداره، ورنه آنقدر در این 1400 سال آنقدر شخصیت های بزرگواره که عموما یعنی کمتری از اونها به سطح امیرالمومنین علی بن ابی طالب رضی الله تعالی عنه و امیرالمومنین ابوبکر و امیرالمومنین عمر و عثمان رضی الله عنهم میرسه. باز هم که از در سطح های پایانتر از اونها یعنی شخصیت های بزرگوار ما به هزاران هست که اگر برای مرگ و ولادت هر یکی از اونها ما روزهای یا وقتهای تخصیص بدیم، تقریبا ما باید که دیگه جز همین کار امت اسلامی کار دیگری نداشته بوده باشه. جزاکم الله خیر. یعنی بعدی گفتن که معلول هستن قطع نخواه، اگر ازدواج نکنن و چون که نمیتونن ازدواج بکنن آیا گناهی برای آنها هست یا نه؟ نه، اشکال گناهی در این نیست که یعنی قابل ازدواج نبوده باشه، ازدواج کرده نمیتوانسته باشه، برای او هیچ نوع گناهی نیست، بلکه اگر با ازدواج مشکل داشته باشه احیانا ازدواج برایش گناه می بوده باشه. اما این که یعنی قطع نخواه احیانا یعنی قابلیت اصل ازدواج از انسان سلب نمیکنه، احیانا می باشه چون رگه های مرتبط به زایمانی و اینها قطع شود، در اون صورت می شود که یعنی اثری از اون باشه. اما در قطع نخواه احیانا هم ازدواج می شود و هم تولد و تناسل صورت می گیره. مجموعی در حکم ازدواج تنها در صورتی که خطر وقوع در گناه بوده باشه، خطر وقوع شخص در گناه بوده باشه، در این صورت ازدواج بالای او شخص واجب است، در صورتی که اندک توانایی ازدواج را داشته باشه، ورنه نبی کریم صلی الله علیه و آله می‌فرماید که باید روزه بگیره، با روزه خدا کنترل کنه. اگر چنین شخصی توانایی ازدواج را داشت و ازدواج نکرد گناهکار به شمار می رود. اما اگر چنین خوف و خطری را نداشت ازدواج در حق او مستحب است، اما ترک او برایش یعنی گناه خاصه، مگر اینکه بی‌رغبتی علتش بوده باشه در ازدواج و زهد اضافی، در اون صورت گناه است، ورنه گناه نیست. تشکر از شما. کسی که پول رهن میدهد برای اجاره خانه آیا زکات داره یا نه؟ پول رهن تقریبا سرمایه هست که در اختیار شخص قرار داره. اگر نسبت یعنی ضرورت شخص رهن داده پیش او، در اون صورت بعد از گرفتن او پول
بعد از تسلیم شدن پول زکات او را میپردازد، چون آن ملکی در ملکیت او قرار دارد، از ملکش خارج نشده. انا در مجموع پولی که در رهن هست، پولی که در رهن هست قابلیت زکات داره، اما اگر او شخص قابلیت پرداخت او را نداره، در او صورت این معذور به شمار می رود، باز در حکم قرض قرار میگیره و زمانی که دوباره تسلیم شد از نو برای 1 سال زکات میده. تشکر از شما، خسته نباشین. از بینندگان عزیز تشکر میکنیم که تا این لحظه ما بودن و تا یک دیدار دیگر همه شما را به الله متعال میسپاریم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ليزيل الحيرة من أمري، فهنا علم وهنا نور وهنا منبع كل الفكر. نهر من فقه يتجلى بعقيدة صدق في صدري، لبيك أتيتك في لهف بسؤالك يا أهل الذكر. بسؤالك